السلام علیکم یارو دوستو محترم هواداره کانال رحمت که منامین دستگیری شما بود که دوستو امروز حشری عمومی خلقی در منطقه یکم نشسته برای آبادانی و تازگی کردن منامین بالنیسی بیمارخانه شادی سفری که قرار دارد در همین زرافشان مردم دست جمعانه آمده خیلی دستگیری ها کرده تازگی کردن در همین بیمارخانه البته تعمیر میخواهد و خیلی به هر حال باشد تازگی هم این یک صورت من این بیمارخانه را خوب میکند دوستو دستگیری و رحمت که خیلی آمده دستگیری کرده این تازگی و خیلی منتداری میکنیم خورد و بزرگ از شما دوستان که زیاده از 100 نفر اومده اینجا کار کردن فعالیت خود نشان دادن این دوستان به طرف نباشید دوستو حرکت کنید که در کارهای جمعیتی آماده باشید هر وقت دوستو زنده و سلامت باشید رحمت برای دستگیریتان خیلی توضیح کردم مردم بگو اطرافا مقصد نفع دنیا میگویند زیادان از دوستی هست از عدالت است امروز ما در پهلوی سرگشته واقعیت حکومت دولت مقصد سعوده مردم تشابه بزرگ گرفتند که مقصد پایه آبادانی اطراف نشاط است کردن بیمارخانه تمام شاهکارها خیرخواها جمع آمده با مقصد فقط آبادانی سرگردانی کردن شدند. خوب میگفتید که امروز زیاده از چند نفر ساکنان جماعت با بیمارخانه تشریف آوردن با کدام تکنیک ها نکی کارهای سازندگی رو برای از 100 نفر حشرچیان مقصد این که با تکنیک های مثل یاررسان ماشین تکنیک های خواببردار آمده مقصد این که تصویری کردن این همش از میدان که دولت خلق راهبری نقل است اینجا هیچ که تعریف نیست مقصد این که سرگشته مثل انسان عاقل مقصد خاکسار تلاش نسبت به نفع خلق دارن از این سبب تمام مردم در پهلوشان جمع این گونه چاره‌بینی ها بعد نیز ادامه می‌یابد یا البته ما با تصمیم گرفتیم که خود داخل بنا را مقصد این که گروه جدا شده مقصد این که تعمیر کنیم تخت هموار کردن مثل اطراف زمین‌های بیمارخانه در نظر داریم متشبث رئیس جماعت تشبث سرگشته را در نظر گرفته رئیس‌های محل تصمیم گرفتیم که همین تواوتخانه همین جماعت محصول را به یک آبادی شد دستگیری کنیم برای خاطر همون امروز یک از 100 نفر زیادتر حشر کرده اطراف‌ها رو تازه کردن پتوار رو برداشت تازه پرداختن تکنیک‌های شخصی تتی آیندهش رو برای خاطر داخلش تعمیر کردن ما سمبوداری کار کنیم که آیندهش هم داخلش هم تعمیر کنیم و حضرار همشه از تعمیر براییم و کنالیزاسیش دیگرش خوش بکنیم